پندور شونه قصد داشتی سپرایز کنیم مرا؟ آره از اون خواست بگیم خنجره شو شمای دروشن راستش نی خب جان چیز خیلی پختنین ولی خاله ما خانه خدا واسه اخیر یا گو خیلی نیست سلام بود خدا بخیر روز از کدام طرف پشتکی جان جور بخیری کوی خوش سلامت جان جور بخیر خودتون خوش خانه خیریتی چمای تو جلو که خوارت هم ده خدا تو رو بیدیه تشکر آقا جان سلامت باشه دیگه دوستا قسمی که بیننده این آبی هم دیگه از چهره شمی تسلای از ما گل مبارک خوارش بعد از 1 سال هم ده آقا جان خوبی شکری خوش من چی مفتا خوب گرم است نه آبای خیلی خوشحال معلوم میشیم امروز نشون خوشحال نیم نره همیشه خوشحال ما نه امروز قدر خوشحال معلوم میشیم فرق نه شما چی که نه آبای تو خدمت دوستا سلام بدیم ما خبر میخوام خوب بسم الله الرحمن الرحیم سلام دوستای عزیز خیلی خوشم که این برنامه ایزمون دوستا خدا نگاه کن جان جور کشته شد تشکر آقا جان سلامت باشه خدا تو رو نگاه کنه دیگه ملکت تو خوب هست انشالله سلام دوستای خوبی نازنین امید که جور صحتمند سرحال باشید خیلی خوشم دیدین در برنامه امروزی ما دوستای عزیز همراه ما باشین دیگه امروز خیلی یک برنامه قشنگ داره یک پایان برنامه همراه ما باشین زنده باش سلامت باشه یعنی آبی هم خیلی خوشحال معلوم میشه امروز خیلی خوشحالی ما فرقش گرفتم مقدار روز نه ما از این خوشحالیم که امو زمان تندور مسوق حالیت زنگزیدن نه شغله اره خیلی دیر میشد اره اینجا اره نمیمد خالیم نبودو کتنال کار ساموش ده خانهش هم ایله بعد زور میگفت ماییم دیگه خبر ندارم دیگه که غلط آبای نی دیگه ما میگیم که خجقیق موس نید نمیگی خجقیق ما ما میخوای پندور شونه قصد داشتی سپرایز کنیم مرا؟ اره از اون خواست بگیم خنجره شو شمای دروشن راستش نی خب جان چیز خیلی پختنین ولی خاله ما خانه خدا واسه اخیر یا گو خیلی نیست گوشت است اونه که خورتک دیگه خیگنه غرو هسته گفتیز نخل شردوخ نداره خیر اگر جای منی جای نره دیگه خانه خدا واسه اره دیگه اوای نک بروید به خدا خوردم میم ما کاش ما خوار می‌داشتیم یک روز خانه از ما میماد باید دیگه خردار آدم قدر خوشحاله نه خب جان امو تا خوشی منگرنه امو خوبه نه تا جان جوری نه بله آدم اره هم دیگر منگرنه خوبه خب بسیار که میم خبر ندارم که مایا خنجره امید مایه خنجره امید چاید بایا موتور مایه نه دیگه اره دیگه امود مایی دیگه خبر ندارم آمو دور روزا موتر بوده گفتی خنجره از ما برو گفتی دوای ما از کابل نمده تبال را دوای اصاب مخورم اره دیگه بود دیگه فشارشم بالا آره سر دوای دیگه ما دوایش که آورده در نظر ما نیسو رایش داد اره دیگه خوب تنوال کارم ساموشته نه این مال قید بیکاری یعنی اره دیگه خب دوستای خوبی از ما دیگه ما را بیننده باشین ما بریم یک چای مای آماده کنم که خالیم هم 1 ساعت بعد چای برسه بای اره دیگه اول خدا ره ابای تو قدر خوشحالی تخشی نه ما قدر خوشحال ما خب دوستای عزیز دیگه بیننده باشین سلامت باشین سلام بود خدا بخیر سلام سلام مای پرتغالم دوم جانم خوبه خیره اون یخ گرمی شکر شکر دیگه خوبه خوبه شکر ما داخل مخی خوبه امروز یخ بودک نه امروز گرم تر بود نه اینیچ میشیم ما چیش آورش داد نه امروز خوب آوردک متا نکرد خب تو چوری نکرد خوبه شکر خدا
جمال است خوبی شکری آبی تو خوبه تیت خوبه دمت خوبه خوبی شکری خود خوبی خوبی شکری تکلیفیت خوبه دختر سلام گفتم علیکم سلام امید کنی امید قبوله خانم ده نه تیز نمده دختر خوبه خوبه شکر جان است خوبه امید، آنتی امید. جان ریحانه. خوبه جان کریما خوبه بخیرشی سلام گفتم شکر خود خوبی؟ خوبه شکر شکر باید خوب نمیشتم امسال نه خوبه نه ما نجوریم اری زکام بود نه همینجا آره اری خود زکام آره غداره بود خوب شده نه؟ آمدم دیگه یا خوبی مره خوب شکر سلام علیکم. علیکم بوله روز از کدام طرف پشتک بوله مای پندوغه از این نم طرف ها جمان جور بخیری خوبه خوبی خوش سلامت جمان جور بخیر خودتان خوش خانه خیریتیه زنده باش بوله خوبی خوبی شکر خودتان خوش بخیر خانه جان خیریتیه خوبه جان خوبه بچه های تو خوبه مالکا خوبه قوما دوستا خوبه همگیشون شکر خوبی خوبه سلام گفت علیک السلام علیک السلام دیگه جمان جون خوبی انشالله خوبه شکری شکر فضل خدا قدر یخک بود قدر لی بود ما او نوشه و شغله ما کنیم خیر امید رای دیگه نوله کمره شما در قندار زندگی نین بنده خدا مده نور ملکایش مکرمه آره ملگای شما قندار حساب میشه نه تلای بود که ستم گفتم تا کود ما پیدا مورم از اینجا شی تا نمکد او تقصیر خود که دیگه ما خو موتر آوردیم که بیا بوری تو از زید نشتی دیگه زمان نم شدم اینه دوستان در کابل بود بچت کابل بود نه خوی تازه هم ده آره این تازه آه، بسیار. گفتم شم ده امید نمار امید نه او بس مسکورت خب بسیار از خوب میخوانه شکر چون شو بشد نه شکر خوبی آره دیگه تو کارایت رو برا شد آره دیگه پاسپورت همه چی رو گرفت. خب تصمیم داره بره ایران تصمیم دارم باشه یکشونه. از اون چند کارا همشه؟ جور شین از اونجا دعوتنامه اگه جور نشنه کفترم نه یعنی کسی از اونجی درو ما آره خب. جاوید گفته تو خب بسیار خوب هنوز رایی نگده دیگه دعوت نامه نه دیگه. نه بس تلالی قطعی جور نه لالیش هم برام رایی خب آرزویش با هم میخوای باره برش خطی بره دیگه خوبه خوی که پیش ما برو آبیل جان تو برو چای بیرو. چای بیرو بری ملکای بروز خیر سرطح ابو شده بسیلا نشده چه نه آره رقم رقم گفتادم سرما مار باش می روز چیز کده جلی خورشته اینم او دود گفتم گا بارمشون سر میچرخم شده دود گفتم دود خب یک کسی بوده خانه همزی دوست آشنای خود مرفته ده از جای میمده ده همیتی در مسیر را کتا برم خانه همزی دوست خوی چای بخورم باز اونجی که من او خوارزه شیری خیلی خوشم ده خیلی خوشحال شدم که در خانه از مونده او فلانی بره خوب چای بیرو کتا ولد نظر میگه تا یک چای ما رو بازی میده و بعد از چای میگه خداحافظ میگه یه گوته نه میگه مامای جان همی چای بعد از نان خوبه بعد از نانم چای خوبه رو خدا شما رو نگاه کننگه حالا داستانی امروز از من یه وقت چای بعد از نان تو نگفتی که امروز بعد از نان بیرو نان من خورده انشالله آها خیلی عالی ری میلو بود در جای دیگه من خورده ریشتی گفتی بلکی روز خوب گرم باید این روز کم آورم است خب ایلاد نداره خود زیمیستویه آبیل جان مثلا ما مرافت میوردم تو دمت گشته تو به خوار خود بشی بنده خدا ماسم گرم خیر ما دوم سال گذشته ما هم دوم تو دیگه خیال نخرد گرم تو جان بود نه او کارخانه آفرین ما میوردم دیگه تو فقط مو گفتی که چای در کجا هسته دیگهش در من میشتی و یادم که ورده زحمت های خوب بخشی دیگه ولی نانش را رو بچم که ما سرشتش بگرم همیتر یا شما از قبل گرفتیم سرشتشی نه گرفتی سرشتش هم بیشتر من چای دست بار خوردم سرگشت شدم اول خالیم چای رو بیمخورم خیر اون سیه من ترموز میرون دوستا قسمی که به تصویر میگیرم این ملکه وضعیت چیه خورده در نان چاش خراب بود گفتم که مجر آقای ناصری رو بگیم که بری بلدیبه از زید نشد میگه ما هم سرم درد نه و هم قلب میداره همی تپیشی بیشتر شده نمیدونیم فشار چی بالا
چیز پایینه یا مثلا کمک دود بود در خانه گیج شده خبر ندارم از این نشد. اگه نمیخواستم ببرم در دکتر ولی سوار رئی است با آقای ناصری بوری وجور گفتم پیش یک دکتر خوبتر ببرم دیگه. بله دیبه از ما خود دکترهای درستابی نه ولی یک زکام خوبه دیگه نه دو حد را دیگه. همونجا یک کم کار دیگه هم داره باز گفتی بوری همونجا کتا کار انجام بدی. خب تو لیوان خوشیو که برو بخی خوار خوب بشه که چند وقت با هم نبودیم و طول 1 سال 1 دفعه رفته خانهشی و آبی امیدم به طول 1 سال نی اولین بار کم ده درسته؟ آره نمیشه کار است دیگه خانه یه دیگه دم نه تو خانه خوندی یه رقم از مولدی که ما 4 نفر شما فضل خدا را که دبر جزمه خورده نظاری فامیلشون بیشتره تو باید میمار یک چند وقتی که از این مقابل جان بوری دیگه ملکت جای رسنم دنم خوبه در کنار دیگه مثلا یک پس یک پنجره خوب همکاری داره. تو در خانه باشیم غیر مثلا کوری دیستی دیگه کار کنم دیگه نه دیگه هم دیگه یه دار میشیم دیگه کار کنم دارتون نه اگر چمون نشویش هم خوبه خانه هم نیاز داره بزرگتر داره که یک سرپرستی خانه یک زوستا کار سرشترک نمیشه که مورا یک نشو بیده که توی اینی کار کو اونی کار کو. ما تا اواد نمیگفتم تو بیا 1 ماه بشی خب هر کس همون بالا سر خانه خوب باشد بالا سر فامیل خوب باشد این خیلی ارزش داره دیگه. یک دوست شاوی که ما اون دفعه موتر آوردم تو گفتی که فعلا کار دارم نمیشه این عالم خیلی هم بوله میشه و هم خسروبره میشه. خیلی خوشحال شدم که همده واقعیت چه پاری خوار خوی یک چند شاو که بیشی خوارتم خوشحال میشم. کارا خاموش دیگه کاری چیز نمیده سارا دیگه او زمان که مگفتی بلگ ناجمنده یا خوب برف زدن نه بلگ نه هیچ چیز نیه. آره فقط راه خرابه بود تو راه خراب در دوایی رفته خیلی پیشماش تو مخواب ما چکمات راه خیلی خرابه اونجا با شغله و رای کمرک بسته هر اون روزا نماد خیلی اون موتر رو دادی اونجا نماد دنیا نبود نه نبود خانه خوندی بود دیگه موتر میبودی پاک زرم همین روز هم اگه تو زنگ میزدی شما بخبر امادی مون بلدیز مون یک چکر میشود میمادی همونجی از اون سر با هم میمادی راحت خیلی از این سر شکرد از این سر که برون از این سر خطرناک میشه او را مستر برف میزنه ما همون زمان گفتم فقط زنگ ما موتر بیرون درایی نه دیگه اونجا قبره میدم شد نه خیره از این سر موتر به موتر مونده بارش نه ما یخک نزدیم آدم پیر مجردی که یخی تکک ندیگه یخ بگیرم مریض شینی همین سلامتی بلده از ما و شما خیلی مهمه. آدم پیر یک وقت مریض نشنه اگه مریض شد دیگه جرشتون شی شخص جوان خوبه که هم طاقت درد داره تا جای خوبه. خیلی بخشش میخوایم از شما. ما در اول برنامه سلام ندیدم خدمت از شما. اول یک سلام بدیم. درود و سلام پیروان خدمت یکایک از شما دوستای بیننده. امیدوارم که جور سلامت سر حال باشین. در قسمت برنامه امشب از ما خیلی خوشم در این قسمی که تصویر میبینین دوستا. خواهر مادر علی جان امروز از شغله هم ده دیگه. یک بارم رفتیم شغله دیگه موترم بردیم دیگه. این نماد بود ما یک مقدار کاربار در خانه دارم ما سرپرست ماییم خو امروز تشریف آورده دیگه. آبی جانم خیلی خوشحاله دیگه. به نظرم که جانم آماده یا الله سلام علیکم. سلام حالای مندن خوبی؟
جوان خوبه؟ خوبه، بخیر؟ آبی خوبه. سلامت یاد خوبه؟ خوبی شکر. آتی آبا جان خوبه؟ تو مندنشی بخیر شو آتای در تو جماعت مندنشی. سلامت بشه. آره ویله چه خاصماتی خوب وسیله دیگه آدم تو ساعتای 12 بود از جنان خورده رفته که ما سوشیم برم کار دارم نه. آره باز وقتی ما زنگ زدم که کجایی تو گفتی که موتر پنچر شده نه همین آره. چرا گفتی خب همین که در فصل برفی زمستان علت نداره خب وسیله دیگه گاهی وقتا یا پنچری یا تایرش ملخشه یک حادثه پیش میاد دیگه. بله آره خب خاله جان خوبی؟ خوبی شکر. جوان تو خوبه، خوبی؟ بخیری؟ آبی خوبه؟ خانواله همگی خوبن؟ خوبه شکر. سلام مادر گفت. علیکم خدا شکر آتی خوبین تجا خوبه؟ شکر فضل خود تو اختار چوری خوبی؟ یک دم کشل هستی خاله خواهی که یاد بیخی دم کشل از توی مای هر دو غالا یا آره خسته تا سوک شده گو زمان کلگی کمه در خط پیدا نه چون هوا گرم میشه از آمدم قدرت مردم هم تکرم شد یعنی زمستک بیکاری کوی میدیم در او زمان- تاکی کوی او زمان مریضی مردم باید که چیز کنه اره کارم یعنی قدره بیکاری بخیم اره مریض کمر نبختا نوبت بستک نه او زمان اره آره. باید کار کنه از مجبوری هم نه تا ایستا که کارم قدره هم تندرستی هم هسته اره دیگه روتره درسته که همی کار بله انسان خیلی مفیده بله سلامتی خیلی خوبه در فصل زمستان که هسته مردم یک گوسپن یا پوزی که مکشه به اصطلاح از ما مردم قدیتی مگی او زمان بیکاری هم میه از یک طرف اینج گوشت مخوری از طرف دیگه بیکاری او هضم نمیشه یک کار قنجقش باشد وقتش که هم در جان آدم میچسبه دیگه بیکاری که بود از این طرف گوشت مخوری از اون طرف دیگه مریض حالی چون میده کار نمونه نه دیگه کار که باشد خوبه گلا بلایشی چون این ملک دیگه اوا برفی یخ کارم نیه دیگه بازارم نیه که مردم برده بازار یک دستفروشی و کسایی که از روخش نمیشه یک مغازه یک دستفروشی یک 5000 افغانی داره که برده دستفروشی کنه نیه دیگه از روخش نمیشن کس دیگه دوستا. بسیار خوب خب سلام و درود خدمت دوستای نازنین انشالله که صحت و سلامت باشین شبشون یا وقتشون بخیر انشالله که هر جا هستین همین شاد و خرم باشین دوستای به نهایت گرامی قسمی که بیننده این دیگه بعد از چندین ماه البته در نظر نیستگاهی 5-6 ماه بیشتر شد نه؟ نه یک سال میشه که یک سال؟ خالی تو نمده یک سال میشه بعد ما از بس که خانه خالی رفتم همیتر احساس کنم که بعد از چند ماه خلاصه خانه از ما هم ده شما رفته این هم داد نه اینجا آره خب آبای جان چی تو جلو که خوارت هم ده خدا تو رو بیدیه تشکر آبای جان سلامت باشه دیگه دوستا قسمی که بیننده این آبی هم دیگه از چهره شمیت اصلاح از مو گل مبارک که خوارش بعد از یک سال هم ده در خانه از مو دیگه آبای جان خوشحالی دیگه نه؟ اره خب بسیار خوب دیگه تو آبای خیلی وقت شده که خانه خالی مید نرفته نه؟ هم داد گتر نره رفته تو اره گتر رفتی از این نه منظور اره شو نشتی اما دیگه بله خب منظور من جایی که آبای جان همیتر رفت آمد باشه که همیتر مهرموی بعد یکم بیشتر باشه نه؟ اینال فرض خالیم بعد از یک سال مایه کورخم رفت آمد در نظر از من که زیاد خوبش نیه نه؟ نه خوبه جان چون راه نزدیک در نظر از من همی رفت را باشه خوبه نه خاله؟ نه داره که زود بایی قدر نداده مگه بیزار کنه روزه ایمه نه سخت الله و بیزار بایی هم قدر داره حالا مو خود زیاد دقسیش نی اگر اگو دفعه احیانا اگر اسکار خالیشتین خانه از مو بیام انشالله در خدمت احوال گرفتونی خوارخ بیا دیگه مو خیلی خوشحال میشی خاله جان نه ما که خالی باشم ما این نمشه خانه دیگه از زمان زوزده کل جایی لدیگه قصد کدوم بلگار جمع کنم با این سال سوزده رفته کابل از وقت دیگه انو پیش از سوزده کابل نرفتد خودم ناجور بودم دیگه انو دوای اصاب مخروم و دوای مم نمنده این دفعه باشه دوای مم آورده از وقت درایی نبدم این روز چای میر خوردی امیتر اتفاقی دیگه یک دفعه از وقتی گفت تا جای گفت دیل تا حواس کرد دیگه ما مروم این آوشتک باریش نکنه نه خیلی خوشم ده خاله جان دیگه مو واقعا چه خیلی خوشحال شده
دیگه دوستا واقعا چی کسا خاله کسا جای مادره. دیگه ما خاله خیلی دوست رو من میتر بعض موقع مو که در سایه اینترنت موری از اوی شبا بعض موقعی که نونمان پیدا نمشه میتر مستقیم خانه خاله خورم که مگه نزدیکتره. دیگه ما خیلی تشکرینم. دیگه خیلی خوشم دی خاله جان که خانه از ما هم دی تشریف آورده. ما این شو یکم دیر رسیدم. احیانا نونمان میزری کرد نکرد بس چون که آبیه ما چیز رقم پذیرایی کرد. بیگانه یک خوابت خالی نشت خود میرم بخورم. خب بسیار خوب بسیار خوب. خب دوستای عزیز دیگه رسیدیم در آخر برنامه. ما تشکری خواستیم از عزیزایی که بیننده ویدیوهای از ما هستن. نظریات قشنگ با ما شریک نه. بازم این ویدیو رو تا آخر سل کن. نظریات قشنگ خو نوشته کن با نظریات فارسی و انگلیسی. این بود برنامه امشب از ما. تا برنامه های بعدی شما رو به الله بنیاز بسپارم و خدایا رو نگهدار همه.